خب همیانم در این منزل از برنامه با یک چهره صاحب نظر هستیم از شخصیت‌های شناخته شده در قلمرو فرهنگ و ادب و شعر و نقد و که واقعا زندگیش گذشته روی برای ایران الان سالهای طولانی است و سکولاریسم سهم عمده‌ای داشته در روشنگری پیرامون یک نظام سکولار در ایران و لزوم ایجاد یک نظام سیاسی سکولار در میهن مملکت ما، یعنی آقای دکتر اسماعیل نوری‌علایی عزیز. دکتر نوری‌علایی خیلی خوش آمدید. درود بر شما. قربان شما، سلام عرض میکنم حضور شما، حضور همکارانتون و شنوندگان برد. ممنونم. شنیدم که خب فراخوانی داده شاهزاده رضا پهلوی دعوت کرده از شمار زیادی از شخصیت‌ها که اجتماع بکنن در اروپا برای اینکه بشه یک آلترناتیو رو شکل داد و مبارزه رو پیش برد. شما میدونم راهی اونجا هستید، به من بفرمایید که چه انتظاری دارید و اطلاعات و آگاهیات درباره این همایش بزرگ. بله، عرض کنم که البته من برداشت خودم رو میتونم در این مورد بیان کنم، چون خیلی مختصر گفته شده که این گرد همایی، این دعوتی که انجام گرفته برای اندیشیدن به آینده ایران و پیدا کردن راهکارهای عملی برای تحقق این ماجرا هستش. اما من قضیه رو یه خورده قوی‌تر و جدی‌تر میبینم، به این دلیل که خب من الان مثلا حدود 20 سالی داره میشه که در زمینه این که اگر که آلترناتیوی برای حکومت اسلامی وجود نداشته باشه، خب این حکومت مثل شبی که روز نداشته باشه همچنان ادامه پیدا میکنه و شرط لازم برای این که این حکومت منحل بشه، برانداخته بشه، از بین بره، اینه که یک آلترناتیو مورد موافقت مردم ایران در مقابلش علم بشه، به وجود بیاد. و اصلا همین امر هم موجب شد که بین من و همراهان من با شاهزاده رضا پهلوی ارتباط برقرار شد. ایشون از ما خواستن که بریم به واشنگتن و با ایشون صحبت کنیم و حرفی که ما اونجایی زدیم این بودش که ما طرحمون طرح ایجاد آلترناتیوه. خب یه طرح خامی بود، هنوز کوچه پس کوچه هاش روشن نشده بود و در نتیجه شاهزاده گفتن که باید در این زمینه با تأنی حرکت بکنیم و بریم جلو تا فرصت درستی به دست بیاد تا اینکه کار رو انجام بشه. و به نظر میرسه که بالاخره این فرصت دست داده است، یعنی حکومت اسلامی در منتهای ذلت خودش قرار گرفته و در این حال اونطور که اون اکثریت صدایی که از داخل کشور شنیده میشه آن است که اونها خواهان یک حکومت سکولار دموکرات هستند و برای اینکه مجری این قضیه داشته باشه چشمشون به شاهزاده رضا پهلوی. در نتیجه شاهزاده رضا پهلوی هم وقتی که قدم به میدون گذاشتن و میگویند که من آماده رهبری دوران گذار هستم و حالا هم یه عده‌ای رو نمیدونم چند نفر رو دعوت کردن به اروپا که دور هم بشینن و با هم صحبت کنن، به نظر من یک اتفاق بسیار مهم و آینده سازی در پیش روی ماست که امیدوارم هیچ چیزی نتونه مانع این ماجرا بشه، بتونیم بریم به اونجا، عقلمون رو بریزیم رو هم، به عنوان مشاورین شاهزاده، به عنوان معتمدین شاهزاده نظرات خودمون رو بیان بکنیم و از دل اون آلترناتیو معهود به دست بیاد. و چون همونطور که شاهزاده در گفتگوهای متعددی که داشتند همواره گفتند که بدون وجود یک سیستم که از فرد محوری گذشته باشه و بر اصول سیستم محوری استوار باشه،
ما نمیتونیم یک آلترناتیو و در پی اون یک دولت دوران گذار رو در مقابل مردم قرار بدیم و منتظر این بشیم که مردم اون رو بپذیرن و از اون حمایت بکنن. من میخوام در اینجا به این نکته اشاره بکنم که تفاوت اونچه که الان داره اتفاق میفته مثلا با حادثه‌ای که در سال 57 به وجود آمد این بود که در اون سناریو هیچ گونه رقابتی وجود نداشت و سناریو طوری نوشته شده بود که آقای به نام خمینی آمده بود و گفته بود همه با هم و بقیه هم یا روی نادانی یا روی فرصت طلبی رفتن زیر عبای او و کار به اینجا کشید. امروز در واقع کوششی که میخواد صورت بگیره برای این است که در یک محیط رقابتی گزینه‌های مختلفی که در مقابل مردم وجود دارن بتونن دست خودشون رو باز کنن. مجاهدین بگن که چی میخوان برای آینده ایران، ملی مذهبی ها چی میخوان، کمونیست ها چی میخوان و غیره، و در این حال سکولار دموکرات های معتقد به تمامیت ارضی ایران هم بتوانند هم برنامه ارائه بدن و هم تشکیلات داشته باشند. در نتیجه من فکر میکنم که این یک گام بسیار مهمیه که داره برداشته میشه به همت شاهزاده و ما هم با کمال اشتیاق داریم حرکت میکنیم که به این ندا پاسخ بدیم. ممنونم. شما که پادشاهی خواه نیستید، جمهوری خواهید نیست آقای نوری‌الله؟ ببینید در این مورد ما یک مرحله طولانی رو طی کردیم. من خودم همیشه فکر کردم که در دوران مدرن جمهوری خواهی منطقی تره، یعنی جمهور به معنی اکثریت مردم و جمهوری یعنی که اراده اکثریت مردم در یک جامعه وجود داشته باشه. اما از وقتی که ما مهستان سکولار دموکرات ها رو به وجود آوردیم و در اونجا مسائل مختلف رو مورد بحث قرار دادیم، یه سندی رو منتشر کردیم به نام توقع سکولار دموکرات ها از مجلس مؤسسان آینده و در اونجا ما معتقدیم که کشورهای نظیر کشور ما باید دارای یک سیستم دو ریاستی باشد. یک ریاست که نماد تداوم فرهنگی و تاریخی مملکت رو نمایش بده و یکی هم یک ریاستی که بخواد امور جاری مملکت رو بر عهده بگیره. و این نظام دو ریاستی اگر که بتونه اجرایی بشه اون وقت دیگه فرقی نمیکنه که اون ریاست نمادین و فرهنگی تاریخی اسمش پادشاه باشه یا رئیس جمهور. و ما این رو در کشورهای فعلی هم داریم، یعنی مثلا در آلمان ما رئیس جمهور داریم، عرض کنم که در هند رئیس جمهور داریم، در اسرائیل رئیس جمهور داریم، ولی امور جاری مملکت در آلمان به وسیله صدر اعظم داره میگرده، در هندوستان به وسیله نخست وزیر، و در کنارش کشورهای اسکاندیناوی رو داریم که درشون پادشاهی هست، هم دانمارک هم نروژ و هم سوئد. اما باز پادشاه یک نماد تداوم فرهنگ و عرض کنم که تاریخ و یک پارچگی کشور رو حفظ میکنه، اما امور جاری مملکت به دست نخست وزیر اداره میشه. بنابراین ما کسانی هستیم که به سفارش خود شاهزاده که پیشنهاد کردن که به جای اینکه بگید که ما جمهوری خواهیم، بگید که ما جمهوریت خواه هستیم، یعنی ساختار کشور ساختار جمهوریتی باشه، مدیران کشور رو مردم انتخاب بکنن، مجلس مصوبات خودش رو ارائه بده و غیره، و در این حال عرض کنم که یک نمادی هم وجود داشته باشه که بتونه تداوم تاریخی یک جامعه متکثر و رنگارنگ رو فراهم کنه. و بعد از اینکه این پیشنهاد از جانب شاهزاده داده شد، ما در جنبش سکولار دموکراسی، در مهستان سکولار دموکرات ها و در حزب سکولار دموکراسی ایرانیان، در هر سه این نهادها ما گفتیم که از این به بعد ما خودمون رو
جمهوریت خواه مینامیم و معتقدیم که یک حکومت پادشاهی پارلمانی هم دارای ساختار جمهوریتی هست. دکتر نوریالا وقتی پای حسن نیت در میان باشه همینه دیگه، همه این موانع برداشته میشه، آدم متوجه میشه که به اونا همه بهانه بوده. وقتی پای حسن نیت وقتی به اصطلاح حسن نیت ارجحیت پیدا میکنه تمام اینا رنگ میبازه، تمام اختلافات. و جالبه خیلی توضیحی که دادید فوق العاده بود، ممنونم از شما. آقای من فقط خواستم بگم که این تنها عرض کنم که ناشی از نیت هم نیست، تا بسیاری مواقع نادانی هم هست درست. این وسط، یعنی توجه نمی کنند که اون خواستی که جامعه مدرن میخواد، چه در سوئد باشه، چه در هندوستان باشه، چه در ژاپن باشه، این است که جمهوریت ساختار سیاسی اجتماعی رو به وجود بیاره و بعد اگر که سیستم دو ریاستی باشه یک شخصیت مهم هم میتونه عرض کنم که تضمین کننده دوام تاریخی جامعه باشه. ممنونم. خب دکتر نوریالای عزیز، اونجا که من دریافت کردم از سخن شما در این همایش روی تشکل حتما داره سرمایه گذاری میشه و تو فکرید که تشکلی ایجاد بشه که معرف آلترناتیو باشه. حالا سوالم از شما اینه که این تشکل چگونه تشکلی؟ چه جبهه است؟ یه دولت گذاره؟ چیه؟ ببینید در این مورد عقاید مختلفی مطرح شده است. به هر حال یک آلترناتیو مسلماً متعلق به یک فکر خاص یا یک حزب یا یک گروه خاص نخواهد بود، بنابراین یک شکل جبهه‌ای خواهد داشت. اما اگر که این مأموریت این آلترناتیو آن باشد که یک دولت دوران گذار رو به وجود بیاره، اون وقت به نظر من مرجح آن است که اون دولت گذار از شخصیت‌های غیر حزبی، یعنی نه اینکه مثلا از حزبشون برن کنار، ولی برنامه‌های حزبی خودشون رو بذارن کنار و در خدمت این دوران گذار باشن. وقتی دوران گذار طی شد، ما رسیدیم به لحظه‌ای که میشه صندوق انتخابات آزاد و منصفانه رو در مقابل مردم قرار داد، اون وقت خب هر حزبی میاد برنامه‌های خودش رو ارائه میده و مردم یکی رو انتخاب میکنن برای مثلا 4 سال که بره اون برنامه‌ها رو اجرا بکنه. ولی دولت گذار مرجح بر این است که وابسته به برنامه یک حزب و یک نوع نگاه و تلقی تاریخی نباشه. و من فکر میکنم که الان اونچه که مطرح شده است هم همینه و من امیدوارم که با عنایت خود شاهزاده و نظارتی که بر این امر خواهند داشت، ما از این که آلترناتیو ما منجر به ایجاد یک حکومت حزبی بشه جلوگیری بشه و ما بتونیم تنوع تاریخی، قومیتی، فرهنگی، زبانی و مذهبی مملکت خودمون رو متجلی کنیم در یک حکومت فراحزبی در واقع. ممنون. آقای جشن نوریالا، بعد از بازار آگهی عبور کنیم، ولی پرسشم از شما بعد از گذشته از بازار اینه که میرحسین موسوی اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی امروز خواهان رفراندوم شده در ایران، خواهان همه پرسی برای تشکیل مجلس مؤسسان. نظر شما رو میخوام تا لحظات دیگر. خب همینان با دکتر اسماعیل نوریالا هستیم در دنور در کلرادو. آقای نوریالا مجددا درود بر شما، بفرمایید. قربون شما، خیلی ممنونم. خب سوال همی در مورد این پیشنهاد میرحسین، اصلا میخواستم از شما بپرسم مگه جمهوری اسلامی میشه در دوره جمهوری اسلامی رفراندوم برگزار کرد و منتظر بود که جواب واقعی رو اینا اعلام بکنه؟
بله ببینید، من فکر میکنم که این پیشنهاد آقای موسوی چندین مشکل درش وجود داره که مشکل بدیهی و اولش اینه که حکومت اسلامی نمیتونه اساساً هیچ انتخابات و رفراندوم بدون تقلبی رو انجام بده. یعنی از اولینش که در فروردین 58 بود این تقلب مشهود بود و در هر انتخاباتی که انجام داده این کار رو انجام داده. در این حال خودش با ایجاد شورای نگهبان و حذف کاندیداهایی که مثلا دوست نداشته نشون داده که نه تنها تقلب میکنه بلکه دخالت عامدانه هم انجام میده. این یه امر بدیهیه در مورد حکومت اسلامی و تا موقعی که این حکومت پابرجا هست و عرض کنم که حفظ نظام هم اولویت داره به هر چیزی، این حکومت که نمیتونه علیه خودش دست به انجام رفراندوم بذاره. این یک نکته است. نکته دوم اینه که رفراندوم یک محتوایی لازم داره، یک پرسشی رو لازم داره. مثلا میتونه بپرسه که آیا میخواهید که قانون اساسی جدیدی که مثلا تهیه شده باهاش موافقید یا نه، و این به معنی اینه که بپذیره حکومت اسلامی که این قانون اساسی فعلی به درد نمیخوره، یه عده یه مجلس مؤسسانی تشکیل بشه، یک قانون اساسی جدیدی رو بنویسند، بعد اون قانون اساسی رو به رفراندوم بذارن. رفراندوم همیشه به صورت آری یا نه عمل میشه، گزینه‌های مختلف درش وجود ندارن، یک سوال میشه و یک جواب آری یا نه هم گرفته میشه ازش. و این حکومت اسلامی، یعنی آقای موسوی که بیان کننده یه خواست رفراندوم هستن، هرگز نگفتن که چی رو میخوان به رفراندوم بذارن. از یک طرف اگر که میخوان که خود حکومت اسلامی رو به رفراندوم بگذارن، که خود حکومت اسلامی که نمیتونه خودش رو به رفراندوم بذاره و اگر که مردم گفتن شما رو نمیخوایم بگه خب خداحافظ ما رفتیم، این که یه امر مسخره و نشدنیه. بنابراین لازمه که آقای موسوی پشتبند پیشنهاد خودش بگه که چی رو میخواد به عرض کنم که رفراندوم بذاره، که نگفته. و تا نگفته باشه به نظر من اصلا حرف ایشون قابل اعتنا نیست. من اصلا ایشون در جوانی دوست من بودن و من اصلا به شخصیت ایشون کاری ندارم، ولی مطالبی که میگن مطالبی نیستش که از لحاظ سیاسی و اجرایی بتونه قابل توجه باشه. فقط یه قول زدن اثر نارضایتی محسوب میشه به نظر من. خب میخوام ببینم که این حرفا به نظر شما ناشی از اینی که یعنی بر پایه خواسته‌های خود حکومته، چون این حرفا، این پیشنهادات که دائما در اینجا اونجا داده میشه به نوعی مردم رو هم منعرف میکنه هم گیج میکنه، چون تکلیف همه در مورد جمهوری اسلامی روشنه. خب حکومت جمهوری اسلامی رسیده به دوره‌ای که دیگه ادامه کار براش غیر ممکن شده از هر نظر، در اقتصادی، سیاسی. این عدم اعتماد مردم نسبت به حکومت، عدم اعتماد حکومت به خودش، و بعد این موضوع نفوذ عناصر بیگانه در سیستم، در نهادهای رهبری جمهوری اسلامی. بفرمایید. بله، من فکر میکنم که حتی پیشنهاد رفراندوم ماها پیش از وقایعی که اخیراً رخ داده و عرض کنم که حکومت اسلامی رو در زمینه‌های مختلفی فشل کرده، عاجز کرده، مطرح شده بود. من نمیدونم اگر که امروز از آقای موسوی بپرسن که شما خواستار چی هستید، آیا باز هم خواهد گفتش که من خواستار رفراندوم هستم، که ما بعد پشت بندش بپرسیم که خب رفراندوم درباره چی، چه پرسشی رو میخوایم به رفراندوم بگذاریم. امروزه من فکر میکنم که داستان از این راه حل‌ها گذشته. یعنی یا این حکومت به طور معجزه آسایی میتونه باقی بمونه و با خشونت هرچه بیشتری
به سرکوب ادامه بده که من این رو بسیار بسیار بعید میدونم، و یا اینکه اپوزیسیون سکولار دموکرات به همت شاهزاده رضا پهلوی موفق خواهد شد یک آلترناتیو برنامه‌دار مشخص، آدم‌های معینی رو بر سر کارها گمارنده‌ای رو ارائه بده و به سرعت اصلا تومار این حکومت بسته بشه. بنابراین من فکر میکنم که بعد از وقایعی که در ایران رخ داد و ایران در واقع تمام توان مبارزاتی خودش رو هم در خارج از ایران و هم در داخل کشور از دست داد، دیگه راه حل‌هایی مثل رفراندوم و انتخابات و این حرفا بی‌معنیه. این قضیه الان باید در سطح جهانی مطرح میشه و به همین دلیل من فکر میکنم که الان ایجاد آلترناتیو بیش از هر زمانی لازم و ممکن شده، برای اینکه اجماع جهانی میره به اون طرف که این حکومت به خصوص با نزدیک شدن جریان فعال شدن ماشه فلان حرفا و ایجاد تحریم های بسیار گسترده تر از سابق، این حکومت محکوم به از بین رفتنه. حالا به قول آقای نصیری دیدم یه جمله خوبی گفته بود این حکومت مدتی مرده، خودش ملتفت نیست. و در نتیجه من فکر میکنم ما باید تمام توجه خودمون رو بگذاریم روی اینکه در مقابل حکومت اسلامی و در میدان رقابت‌های سیاسی مردم ایران کدوم گزینه رو انتخاب خواهند کرد، صداش خواهند کرد و اون رو روی دوش آرزوها و خواستهای خودشون به ایران خواهد برد. خیلی تشکر میکنم. مهدی نصیری که اشاره کردن نماینده خامنه‌ای بوده در روزنامه کیهان، سردبیر روزنامه کیهان بوده. امروز ببینید که نظرش چقدر عوض شده. آقای نوری‌آلا سفر شما خوش، که عازمید؟ همین روزا دیگه نیست؟ بله، کنگره در آخر این ماه. آخر این ماه. تشکر میکنم از شما. سپاسگزار از حضورش. ممنونم. خب الان تیتر روزنامه در اروپا تغییر پیدا کرد. فرانکفورت روندشاه رو برای شما میخونم. تیتر درشتش چشم دنیا با آمریکا. دوشنبه قرار است دولت ایالات متحده آمریکا چه تصمیمی درباره روسیه و اوکراین بگیرد. آقای دونالد ترامپ اعلام کرد در گفتگو با NBC که روز دوشنبه بیانیه رسمی رو خواهد داد از عنوان بیانیه بزرگ درباره موضع قاطع آمریکا در برابر جنگ روسیه و اوکراین. به نظر میسه تحولی رخ داده در سیاست آمریکا، چون آمریکا راکت های پدافندی از نوع پاتریوت هم به اوکراین میده. یادتون باشه همین هفته پیش به دستور وزیر دفاع متوقف شده بود ارسال سلاح به اوکراین. این به معنای تغییر سیاست در واشنگتن. این جنگ افزارها یعنی راکت ها رو آمریکا میفروشه به ناتو، 100% هم گفته پولشو میگیریم و بعد ناتو این جنگ افزارها رو در اختیار اوکراین قرار میده. ارسال اسلحه به اوکراین به معنای تغییر سیاست دونالد ترامپ در قبال روسیه است. حالا سوال اینه که چی شد؟ چه اتفاقی رخ داد که دونالد ترامپ تغییر سیاست داد؟ مارک روته دبیرکل جدید ناتوست. او سعی کرد دل ترامپ رو به دست بیاره در همین دیداری که اخیراً داشتن در هلند و به نظر می‌رسه که دبیرکل ناتو در متقاعد کردن ترامپ نقش مهمی داشته. این سخن رسانه‌های اروپاست. امیرالله.